سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با گیم پلی یا همون بازسازی الیمیشن چمبر مچ سال 2018. این مچ 7 نفره بوده در قدیم، ولی چون در اصل الیمیشن چمبر 6 نفره، ما 6 نفر اومدیم پلی بدیم. اولی رومن ریز اومد، بعد فین بلر، بعدیش هم فکر کنم سترالینزه. بله سترالینزه. حتما لایک و سابسکرایب هم بکنید تا الیمیشن چمبر بعدی براتون بذارم. الیمیشن چمبر بعدی حتما 2010 بهتون میزنی یا 2011. نفر بعدی برون استرومنه که وینر میخواست بشه ولی نتونست. و بعدی جان سیناست، جهان سینا. قابل توجهتون باشه که جان سینا مارس 2018 است، یعنی جان سینا 2018 و دقیقا مار همین سالی که الیمیشن چمبر برگزار شده. اگه دقت کنیم لباسش هم همونه. بعدی هم فکر کنم آقای دمیز سلطان دقل و دروغ گفتن آقای دمیز که کلا رکورد بیشترین باخت در کمپانی WWE داره. از هر کی رسیده باخته، از الینات، از جان سینا، از رندی، از ری میستریو، از همه باخته. خب بگذاریم شروع میکنیم بازیو. دمیز و جان سینا داخل رینگ هستن. جان سینا بلند میکنه دمیزو و میزنه زمین، هوا میره. جان سینا میره بالای تاپ روم، میخواد با مشت میاره صورت دمیز پخش زمین میشه. دمیز بلند میکنه، میفته روش رگباری از مشتای فراوان از جهان سینا داره میپره رو دمیز و میزنه. دمیز خیلی کم آورده. دمیز نایی برای جهان سینا. دوباره میخواد دمیز بزنه که نمیتونه. دوباره بدل میکنه جان سینا. دمیز بدل میکنه. دمیز بلند میکنه جان سینا. دوباره جان سینا بدل میکنه. جان سینا رو میخواد ببره به دمیز که دوباره جان سینا بدل میکنه. جان سینا میزنه دمیز رو، میخواد استانش بکنه. جان سینا استان میکنه دمیز رو، کاور میکنه 1 2 و دمیز کیک اوت میکنه. جان سینا عصبی میشه. برون استرومن میاد داخل رینگ، عنوان نفر سوم میاد داخل رینگ. جان سینا میزنش ولی نمیتونه. دمیز میگیرش، دوباره برون استرومن دخالت میکنه. دمیز دیدیتی میزنه به برون استرومن. جان سینا میگیره دمیز بلند میکنه، میزنه زمین، هوا میره. ولی دمیز دیدیتیش میکنه و به جان سینا میزنه و بدل میکنه. جان سینا مشت بارون میکنه. برون استرومن رو یه دیدیتی ناز میزنه رو برون استرومن. جان سینا آرشیو کنه دمیز رو بقیه رینگ و یه میخواد بگیش نمیتونه. جان سینا مشت میزنه دمیز رو، میخواندش بیرون که برون استرومن میگیرش، میخواد روش سوپلکس بره. ماشاءالله آقای برون استرومن. حالا نفر بعدی کیه که میخواد به داخل رینگ؟ برون استرومن چوکسلم میزنه به جان سینا. نفر بعدی آقای سترالینز شلوار اسمارتیزی میاد داخل رینگ. جان سینا آرشیو میکنه دمیز رو بقیه رینگ و میزنه زمین. برون استرومن بلند میکنه سترالینزو و میخواد بندازش بیرون از رینگ، میندازه. جان سینا برون استرومن میره بقیه رینگ و میزنه زمین. میز بلند میکنه جهان سینا رو. جان سینا بلند میشه، برون استرومن رو میدش بغل رینگ. یه حرکت ری میستری میره کاور میکنه، یک کیک اوت میکنه به راحتی آقای برون استرومن. برون استرومن رو میخواد بلند کنه نمیتونه، میره دیدیتی میره روش. دیدیتی خوشگل است. جان سینا دوباره میره یک دیدیتی ناز به برون استرومن. نفر بعدی کی میخواد بیا داخل رینگ؟
کسی نیست جز آقای رومن رینز و نفر آخری که داخل قفس ها هست، یعنی همون اتاق ها هست، فین بلر. جان سینا میره برای ای میزن روی برون استرومن یا همون ارو دور جاسمیت، میره برای کاور 1 2 و بله آقای برون استرومن کیک اوت میکنه. بلند میکنه آقای برون استرومن رو، مشت و یک دیدیتی میزنه، کاور میکنه، 1 کیک اوت میکنه آقای برون استرومن. چرا قدری از جان سینا کتک میخوری مشتی؟ جان سینا فشاری شده، میره بالا تاپ روم، میگه آقای برون استرومن بلند شو، اونم بلند میشه میگه چشم. فین بلر هم میاد داخل رینگ، میپره روی برون استرومن، دوباره میره بخواه بالا رینگ، میپره روی آقای برون استرومن، کاور میکنه، پینه 1 2 3. تمام. آقای برون استرومن از الیمیشن چمبر حذف میشه. جان سینا میفته به جون فین بلر، بارانی از مشت. فین بلر بلند میکنه و میزنه زمین. فین بلر خیلی کم آورده. فین بلر کتک میخوره از جان سینا، مشت میدش بغل. اومدیم با یک کات زیبا ستارنز کاور میکنه جان سینا که جان سینا پین کیک اوت میکنه. جان سینا آرشیو کنه ستارنز رو بغل رینگ، دمیز رو آرشیو میکنه دور بغل رینگ و یک نمیدونه. ما در کات میکنیم که برای شما ویدیو خسته کننده نباشه. حالا رومن رینز میاد آخر رینگ، مشت میزنه به ست رالینز، جان سینا میبرش بالا آقای دمیز رو، میبره ای یا میره برای سوپر سوپلکس، میبره سوپر سوپلکس. جان سینا دمیز میندازی زمین، سوپر سوپلکس از جان سینا. ست رالینز میفته به جون جان سینا و میزنش. جان سینا فشاری شده، کاور میکنه دمیز، 1 2 کیک اوت از دمیز. ست رالینز بلند میکنه و میره برای پاور بام برعکس، کاور میکنه رومن رینز فین بلر رو، فین بلر کیک اوت میکنه. اوت طرف هم ست رالینز کاور میکنه جان سینا رو که کیک اوت میکنه. به آقای ست رالینز ای میزنه به جان سینا، پین میکنه که جان سینا کیک اوت میکنه. رومن رینز که مثل یک لاشه به غیر رینگ افتیده و استانه. جان سینا ست رالینز بلند میکنه، میزنه زمین و هوا میره. جان سینا بلند میکنه ست رالینز رو، میدش بغل رینگ، اینه دی خدای ای بزن یا همون توی ادجاستمنت، میره برای سوپلکس یا همون سوپر سوپلکس، میره برای سوپر سوپلکس میزنه به ست رالینز. از طرف دمیز رومن رینز کاور میکنه، 1 2 3 و رومن رینز هست میشه به راحتی. 99 ریتینگ 99 هست میشه. اونم کی هست جو که آقای دمیز. جان سینا میره برای ای میزنه به آقای ست رالینز، میره کاور میکنه ست رالینز رو، 1 2 و ست رالینز کیک اوت میکنه. فین بلر جان سینا رو میزنه، دمیز همون بغل رینگ استراحت میکنه. فین بلر میره برای فین بلر جان سینا رو میخواد در حالتی قرار بده که تسلیم میشه. جان سینا خدای تسلیم کردنه، تسلیم نمیشه. کلا 4 بار خودش تسلیم شده از 25 سال حضورش در WWE. خب حالا از این طرف ست رالینز جان سینا رو دیدیتی برعکس میزنه، فین بلر کاور میکنه ست رالینز رو، 1 2 3 و ست رالینز توسط فین بلر حذف میشه. جان سینا بلند میکنه فین بلر رو،
فین بالر میندازه بغل رینگ و میندازش بیرون. دمیز میاد خنجر میخواد بزنه که نمیذاره. جان سینا یه تنه مشتی میزنه، بلند میکنه دمیز رو، بلند میکنه. لهجه عشقه. فین بالر میاد داخل رینگ میخواد جان سینا ای بزنه که نمیتونه. خدای حرکتی فین بالر اینجوری خوشگله، اسمش برای نیست، ولی خدای حرکت خوشگلی. فین بالر سیست فینیشر میگیره، میره برای فینیشر، میزنه فینیشرشو به جهان سینا، کاور میکنه. 1 2 جان سینا کیک اوت میکنه، خیلی سخت. حالا فین بالر میخواد تسلیم بشه از دمیز یا نه؟ جان سینا که کف رینگ افتیده. فین بالر، جان سینا بلند میشه، فین بالر میخواد تسلیم شه، فکر کنم که نمیشه، دیلش به یک حرکت میکنه. جان سینا بلند میکنه فین بالر رو، میره برای تسلیم کردنش که فین بالر بعید میدونن تسلیم بشه. فین بالر تسلیم نمیشه، جان سینا ولش میکنه. دمیز مورد ضرب شدت قرار میگیره جان سینا رو. دمیز آرشیو میکنه از فین بالر بغیر رینگ، میزنش که نمیتونه. دمیز بلند میکنه فین بالر رو و با کله میندازه رو گوشه رینگ. جان سینا دمیز رو آرشیو میکنه، بلندش میکنه، میندازه زمین، کاور میکنه. 1 2 کیک اوت از دمیز. فین بالر لاتیش پر میکنه. جان سینا میاد دمیز و فین بالر میزنه 1 تیر 2 نشان. فین بالر رو آرشیو کنه برای جان سینا، میره داره خدای این ایش کو یا نه سوپر سوپلکس. میره برای سوپر سوپلکس به فین بالر آقای جان سینا و جهان سینا سوپر سوپلکس میزنه. دمیز DDT میزنه به جان سینا، فکر کنم میخواد بره کاورش کنه یا نه، با پا میره رو دستش میخواد بیارش به وسط رینگ که فکر کنم کاورش کنه یا نه. بلند میشه جهان سینا. دمیز فین بالر رو میندازه بیرون رینگ. جان سینا کتک میخوره از دمیز. دمیز گردن جان سینا رو میگیره، میخواد گردنش بشکنه، گردن. لهجه عشق. جان سینا افتی و فین بالر فینیشر خود دمیز رو خودش میزنه، پشمام. کاور 1 2 3 پشمام. دمیز از فینیشر خودش میبازه، پشمام. خیلی عجیبه. جان سینا لاتی پر میکنه، فین بالر انداخته بیرون، میاد بیرون رینگ. فین بالر مش میزنه به جان سینا، جان سینا بدل میکنه. جان سینا فین بالر میگه دور، فین بالر بدل میکنه، بدل تو بدل نشد. DDT خوشگل از فین بالر. فین بالر بلند میکنه جان سینا رو، خارشیفش کنه که جان سینا بدل میکنه. حالا عمو جهان که دای سینا میندازه فین بالر داخل رینگ، خودش هم میره داخل رینگ، میره بالای تاپ روم. جان سینا میره برای ارادورا جسمی دمون ای میزنه، کاور 1 2 3 و تمام. جان سینا وینر انیمیشن چنل میشه. یه بازسازی خودم از نظر خودم برای انیمیشن چنل خیلی جذاب بود. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.